بله، سلام علیکم. من از شهر جرمنی گپ میزنم. میخواستم اظهار امتنان کنم از برادرایم که در این پروگرام وصال عقل بسیار زیاد نتیجه مثبت گرفته. تمام خانه و خانواده و آل اولاد ما، خداوند به پناه و عصمت خود شما را نگاه کنه. همراه از این پروگرام های خوبتان که بسیار استفاده خوب تمام مسلمان ها میکنن. تناس خداوند همیشه موفقیت و کامیابی تان در ایران میخوایم. خداوند اجرش بر تمام برادرای ما، مخصوصا برادر ما انصاری که بسیار پروگرام های خوب داره و مثل از همه برادرای ما همیشه مشنیم. خداوند اجرش برتان بده. خداوند جان جور دل بیغم نصیبتان کنه. یک جهان ممنون. تشکر. خداحافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر حسین هستم از بلژیک، شیعه هدایت یافته. مطلبی که میخواستم عرض کنم در مورد این کلیپی بود که راجع به گوسفندان حضرت اسماعیل که 3 روز در کربلا نه آب میخوردند و نه علف. البته بینندگان کلیپ آن را دیدند، لزومی نمیبینم که کل آن را مجددا بازگو نمایم. فقط من تعجب میکنم از جوانان اصفهان که برای این جوک مسخره اینطور گریه و زاری میکردن. خیلی عجیب است، چون اصفهانی ها مردمان عاقلی هستند که من باهاشون خیلی مراوده داشتم و دارم. البته عده‌ای از آنها، نمیگویم همه اصفهانی ها، ولی خیلی عجیب است که اینها عقلشان را به طور کل تعطیل کردن. کرکرش هم کشیدن پایین، یه قفلم زدن روش که هیچ کسی دیگه نتونه این قفل باز کنه و عقل اینا رو به کار بندازه. آخه یه کمی خداوند به انسان عقل داده. در آیات مختلف در آیات قرآن در این مولد افلا یعقلون افلا تعقلون، فکر نمی کنید، عقلتون رو به کار نمیندازید. آخه چطور ممکنه همچین چیزی رو باور کنن و اونجور که در کلیپ من مشاهده کردم گریه و زاری بکنن؟ واقعا که تعجب آوره. خیلی متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.